عرض سلام خدمت همراهان همیشگی کلینیک دامپزشکی نیک. امروز مثال کوچولو رو آوردن کلینیک و بعد از معاینه متوجه شدیم که یه فتق خیلی کوچیک در قسمت زیر شکمش وجود داره. به همین دلیل تصمیم گرفتیم یک پست در رابطه با فتق بذاریم. فتق در واقع یک نقص تکاملی یا یک ضعف عضلانیه، به این شکل که عضلات شکم در یک قسمتی به هم نمیرسن و در این قسمت یک حفره ایجاد میشه که حالا این حفره میتونه خطرناک باشه، چون میتونه باعث بشه یک سری از اندامهای داخل شکم از شکم خارج بشن و وارد زیر پوست بشن. علت فتق هم میتونه هم مادرزادی باشه و هم به دلیل تروما یا ضربه باشه. کار درمانی و عمل درمانی که برای این موضوع انجام میشه این که فتق ابتدا تشخیص داده میشه، بعد بسته به اندازه فتق در رابطه با ادامه درمان تصمیم گیری میشه. اگه فتق کوچیک باشه معمولا ما تا 4-5 ماهگی به حیوان زمان میدیم که اگه چون امکان داره خودش خود به خود خوب بشه. اگه فتق بزرگ باشه نیاز به ویزیت با متخصص جراحی دامپزشکی داره که ویزیت بشه، چون شاید نیاز به جراحی اورژانسی داشته باشه. اگر فتق کوچیک باشه تا 4-5 ماهگی زمان میدیم، بعدش با توسط جراحی ساده که متخصص انجام میده فتق درمان میشه و دیگه مشکلی پیش نمیاد. مرسی. ما در سایر نقاط بدن هم ممکنه یه سری از فتق‌ها و این نقیصه‌ها رو ببینیم. یکی از رایج‌ترین نوع فتق‌هایی که در حقیقت در دامپزشکی وجود داره فتق‌های دیافراگمی یا دیافراگماتیک هرنیا هستن. اکثر این فتق‌های دیافراگمی معمولاً بر اثر ضربه به وجود میاد، مخصوصاً در گربه‌هایی که در فصل تولید مثلی هستن. بنابراین اگر گربه‌ای دارید که در فصل تولید مثلی هست، حتما دسترسیشو به محیطی که بتونه خودش رو از ساختمون خدای نکرده پرتاب کنه پایین محدود بکنید. یه سری فتق‌های دیگه هم هستن که خیلی نادرتر به وجود میاد، فتق‌های هیاتوس یا هیاتال هرنیا، فتق‌های PPDS یا پریتون و پریکاردیال دیافراگماتیک هرنیا. یه سری نقاط دیگه هم ممکنه فتق به وجود بیاد، مثلا اینگوینال هرنیا در ناحیه مقابلی، در ناحیه پرینه حیوان ممکنه فتق به وجود بیاد. در هر صورت فتق وقتی که تشخیص داده میشه باید حتما از وجود 100% اون مطمئن شد، چون یک سری از عارضه‌های دیگه هم ظاهرشون شبیه فتقه. برای مثال آبسه ها هم ممکنه به ظاهر شبیه فتق باشن. بنابراین حتما بعد از دیدن تورم در هر جایی از بدن حیوان که مشاهده کردین حتما به دامپزشک مراجعه کنید تا اول از وجود فتق مطمئن بشید و بعدش تصمیم بر درمانش گرفته بشید.